با یه تیر 3 تا نشون خوشمزه بزن. 3 تا شیر رو بریز تو قابلمه، بذار رو حرارت تا قلقل ریز بزنه. بعد برش دار، آب لیمو تو بهش اضافه کن. صبر کن تا شیرت این شکلی بباره. وقتی یکم سرد شد بریز توی صافی و بذار حسابی خنک بشه. آبشو اصلا دور نریز، بریز تو بطری و نگه دار. آب پنیرت که حسابی رفت بذارش توی یخچال توی ظرف دربسته یا لای پارچه چند ساعت بمونه. وقتی خنک شد برش بزن، با نمک و آب پنیری که داری بذار توی یخچال. یه پنیر سالم خوشمزه داری. 1/3 دیگه پنیرتو بریز توی مخلوط کن، بهش یه خورده نمک، وانیل و عسل اضافه کن. یه ذره دوباره از اون آب پنیرت که مونده مخلوط کن. یه پنیر خامه‌ای عالی داری. من با پنیر خامه‌ای یه دونه چیزکیک لیوانی تک نفره درست کردم. تو هر دسری که دوست داری باهاش درست کن. با 1/3 پنیرم که مونده، تیر سوم پست بعدی با همین پنیر یا پاستای خوشمزه. نوش جان. دوست داشتی با من همراه شو.